بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند منان را بر تمامی منتهایش و نعمتهایش و الطاف و عنایتهایش سپاس میگوییم، چون که شکر نعمتت افزون کند. پروردگارا، همونطوری که بندگانت را از نعمتهای مادی و معنویت بهره‌مند ساختید، پروردگارا برای دوام و بقا و استمراریت این نعمتها توفیق شکر هم منت بفرما. باز هم خداوند و سپاس میگوییم بر نعمت حضور در این جمع خدایی و با ارزش و پربرکت. در حقیقت بنده حقیر و امثال من اگر که محض توفیق الله ذوالجلال و الاکرام نبود، توفیق حضور در خانه خودش در جمع بندگان مخلص و نیکوکار و با تقوای خودش در شهر بندگان نیک خودش زاهدان عنایت نمی‌فرمود. همه ما به محض توفیق خداوند، توفیق حضور در این جمع خدایی، امروز نصیبمون شده. قدر این توفیق را بدانیم قبل از اینکه سلب توفیق شویم. پناه به خدا. من از همه شما تشکر میکنم از اینکه کوچک خودتون را در جمع خودتون لایق دونستید و پذیرفتید. اجر همه شما با خدا. همه شما محبت تمامی برادران و خواهران دینی چون خونی در رگهای ماست که این خون به ما توان حرکت برای دیدار این بندگان خدا میدهد. همه میدونید که همه شما از مسافت‌های دور تا 1000 کیلو بالاتر کمتر آمدید. این همون خون محبت و عشق که در رگهای ما جاری است و ما را برای وصلت در خانه خدا به اینجا کشونده.
نمیدونم از کجا شروع بکنم. در محضر بزرگان و در جمع فرهنگیان و اساتید و طلاب سخن گفتن کار آسانی نیست، مگر اینکه کسی که ما را بلند کرده و پشت این میکروفون مسئولیت قرار داده خودش هم بر ما منت بگذارن و سخن را بر زبانهای ما جاری بفرمایند. من نمیتونم سعادت و خوشحالی و سرور قلبی خود را بیان بکنم از دیدار شما، ولی اینو بدونیم همه با هم که با ارزشترین دیدار در دنیا دیدار بندگان خالص و مخلص، صالح و مصلح بندگان خداست. و با ارزشترین دیدار در آخرت دیدار سیمای نورانی الله رب العزت و الجلال در دار السلام. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. انسان وقتی از راه خدا جدا میشه و سلب توفیق میشه و در محرومیت بزرگ و واقعی جدایی از خدا و راه خدا قرار میگیره، احساس میکنه که بی وجوده، وجودی در حقیقت نداره. وجود همه ما بندگان خدا در وجود خداست و در وجود راه خداست. اگر ما در راه خدا نباشیم وجودی نداریم. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترمی که صدای برادر کوچکشون رو میشنون، همه با هم بدانیم که ما وظیفه داریم برای زندگی خود معنا پیدا بکنیم. زندگی که معنا نداشته باشه میشه زندگی بی‌معنی و ما دوست نداریم زندگی ما بی‌معنی باشه یا معانی مزیف و باطل و نادرست باشه. ما در زندگی باید در جستجوی معنایی باشیم که ما را به رضای خدا برساند، ما را به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت برساند. هر کسی برای خودش و زندگی خودش معنایی در نظر گرفته. همه تلاش میکنن که برای زندگی خودشون معنا پیدا بکنن و وقتی به اون میرسن احساس میکنن که زندگیشون معنیدار شده، چون که به معنایی که دنبالش بودن رسیدن و سعادت خودشونو در اون معنا میبینن.
در کشور عجیب و غریب هند بیش از 3000 خدا پرستش میشه. یعنی انسان ها برای زندگی خودشون 3000 تا معنا پیدا کردن. زن میتونه معنای زندگی یک عده‌ای باشه، دلشون هم خوشه وقتی بهش میرسن. بچه میتونه معنای زندگی خیلی ها باشه، دلشون خوشه وقتی بچه پیدا میکنن و ناراحتن وقتی بچه دار نمیشن. شاید دست به طلاق زنشون هم بزنن به خاطری که بچه دار نمیشن. مال، مقام، ثروت برای خیلی ها معنای واقعی زندگی شده. جمال، شهرت معنای زندگی خیلی ها شده. جمال، اینا همش میتونه معنای زندگی یک عده‌ای باشه. یک سوال خصوصا از قشر جوان، معنای زندگی شما چیه؟ جوان جواب میده فلانی مگر تو نمیدونی که معنای زندگی ما چیه؟ بله میدونم. معنای زندگی همه شما الله جل جلاله. از کجا فهمیدم؟ از حضور عاشقانه در خانه خدا برای استماع کلام خدا و رسول خدا. معنای واقعی زندگی انسان که به زندگی انسان شکل میده، بها میده، رنگ و بو و طعم خاصی میده، به انسان عزت میده، آبرو میده، سعادت و سربلندی، تعالی و ترقی میدهد. فقط الله جل جلاله است. علما میگویند هر چیزی در این دنیا که فنا به اون راه پیدا میکنه نمیتونه معنای واقعی زندگی ما و شما باشه، به دلیل اینکه اگر با ملکه زیبایی دنیا ازدواج کنید پیر میشه، جمالشو از دست میده، زشت میشه و نهایتا میمیره. با پیر شدنش، با زشت شدنش، با از دست دادن سلامتی و جوانیش، با مردنش تو باید دیوانه بشید. من معنای زندگی ما از دست دادم. چرا معنایی برای زندگیت انتخاب کردی که میدونی فنا بر اون راه پیدا میکنه و تو رو عزادار میکنه و معنا رو از زندگی تو میگیره؟ چرا معنای واقعی دائمی سرمدی و ابدی که هیچ گونه فنایی به اون راه پیدا نمیکنه برای زندگی خودت انتخاب نکردید؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اینطوری جواب میده. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونه معنای زندگی باشه. اینا همش وسایلی هستن که ما را به معنای واقعی زندگی در دنیا میرسونن که زندگی اخروی مرتبط به زندگی دنیوی است. هنگامی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دار فانی را بدرود گفت، صحابه دیوانه شدن، هر کسی یک چیزی میگفت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد بر منبر بالا رفت، گفت من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات.
و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. معنای واقعی زندگی اونه، انسان در جستجوی معنا. چه معنایی برای زندگی من و تو بالاتر از خدا و دین خدا و بندگی و رضای خدا؟ یک مثال میزنم. حضرت یوسف علیه السلام از جمال برخوردار بود یا نبود؟ ضرب المثل جمال یوسف. شما فکر میکنید که تنها جمال یوسف و سربلند و آبرومند و سعادتمند کرد و تنها جمال یوسف بود که نام نیک و بلندی از یوسف به جا گذاشت؟ حضرت یوسف علیه السلام نه، در کنار جمال چیزی بود که به جمال بها داد و نگذاشت که جمال یوسف به یوسف خیانت بکنه و زندگی را بر او تلخ و بی‌معنا بکنه. پس داریم جمال یوسف و کمال یوسف. جمالی که کمال به همراه نداشته باشه، اون جمال به انسان خیانت میکنه. مقامی که همراهش کمال نباشه مثل مقام فرعون میشه که صدها دهها هزار کودک بنی اسرائیلی رو کشت تا اینکه مقامش رو نگه بداره. آخرم آب رودخانه نیل از روی سرش که رد شد، 2 پارچ آب که خورد، گفت حالا چه معنای واقعی زندگی رو پیدا کردم. آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل. حالا وقت تمومه. کمال یوسف میدونید کجا بود؟ در یک نقطه. وقتی زن عزیز مصر گفت هیتلک، زن عزیز مصر شیفته و دلباخته جمال سیما و سیمای حضرت یوسف شده بود، دیوانه شده بود. فکر میکرد که اینم زن عزیز مصر در ناز و نعمت از جمالی برخورداره، اونم جوان، زن نداره، برده از فقیر، کارگر مجرد، شیطانم درنگه. گفت هیتلک، درها هم قفله. هیتلک. اصلا فکر نمی کرد که یک برده، یک جوان مجرد، یک فقیر، یک بیکس و تنها اینطوری تو دهنیش بزنه. فکر کرد که جماله، همه دنبال اینن. تا گفت هیتلک میگه لبیک. گفت هیتلک. یوسف در جواب گفت کمال رو اینجا ببینید. معاذ الله، پناه به خدا. هیتلک برای چی؟ معاذ الله. این بهش میگن کمال، که مانع میشه جمال به انسان خیانت بکنه. خیلی ها جمال بی کمالشون اون چنان ذلیلشون کرده که نهایتا مبتلا به ایدز شدن. و بدبخت و ذلیل و خوار شدن. چه دولت مردانی که در دولتشون کمال موجود نبود و کمال رو از دست دادن، ذلیل و خوار شدن، بی آبرو شدن، دولت از دستشون رفت. دولت هامونو با کمالات نگه بداریم، جمالمون را با کمالاتمون مضاعف بکنیم. برادرای بزرگوار و محترم،
و خواهرای بزرگوار و محترم، ما اینجا جمع نشدیم که صحبت بشنویم. مسلمان ها امروز نیاز ندارن به کسی که براشون صحبت بکنه، به اون ذاتی که جان من و شما همه در قبضه قدرت خودشه. همه صحبت‌های لازم گفته شده و تمام شده، چیزی برای گفتن نداریم، همه گفتن. مسلمان ها امروز نیاز به کسی دارن که براشون خدمت بکنه، کار بکنه. سجاد نشینی و کنج نشینی و زاویه نشینی و صوفیگری رو بذارین کنار. تزکیه نفس لازمه، یزکیهم و یعلمهم، قبل از علم تزکیه لازمه، اما اینا رو بذاریم کنار. اگر قرار بود که ما سجاد نشین و کنج نشین و زاویه نشین باشیم، خداوند ما رو خلق نمی کرد در اطراف بیت المعمور میلیاردها ملائکه راکب و ساجده، میلیاردها ملائکه داره تسبیح خدا میگه. ما آمدیم که حاکمیت دین خدا بر زمین خدا رو علم بکنیم. امت اسلام نیاز به علمایی ندارن که طلاق و نکاحشونو فیصله بکنن یا بنشینن تو خونه هر یک ماه یه نفر بیاد یک مخاصمه ای داره رو زمین و رو گله گوسفند و با همسرش دعوا شده این مسائل رو فیصله بکنن. امت اسلام نیاز به علمای ربانی و میدانی نیاز داره، میدانی، حرکی، متحرک، زنده، با حضور فعال در جامعه. ما نیاز به چنین شیرمردانی داریم. معنای واقعی زندگی الله جل جلاله. هر کسی داره سربلنده. بعضی ها فکر میکنن که استان سیستان و بلوچستان محرومه. همیشه تو صدا و سیما هرمزگان استان محروم، بلوچستان استان محروم. کی گفته ما محرومیم؟ اصلا محروم نیستیم. محروم ما را جلوه دادن، ما محروم نیستیم، نمیپذیریم که محروم باشیم. بزرگترین محرومیت محرومیت معنویاته. بزرگان همیشه دعا میکردن اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما را در دین ما قرار مده، در معنویات و اخلاق ما قرار مده. اگر آفتی بیاد متوجه مال ما بشه، بذار دنیا بره، اما معنویات ما نره. یک مثال از تاریخ بزنم. بعد از فتح مکه در سال 8 هجری، فتح حنین و ما بعد از مکه طائف و حنین و مناطق بعد از مکه شروع شد. در فتح مکه بیش از 10,000 مجاهد همراه پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. بعد از که مکه رو فتح کرد، بعد از مدتی عازم حنین و اون منطقه شد. ابو سفیان و معاویه و اونهایی که در سالهای اخیر مسلمان شدن، بعد از 21 سال مبارزه علیه اسلام 100 تا شتر بهش داد از غنایم جنگی. این 100 تا شتر مال شما ابو سفیان، 100 تا شتر مال شما فلانی، 100 تا شتر مال شما فلانی. انصار اهل مدینه که سالهای سال رسول خدا صلی الله علیه وسلم
با یاران مهاجرش که با لباس تنشون و پای برهنه هجرت کرده بودن و مؤاخات بین انصار و مهاجر قرار داد، همه چیز رو مقاسمه می کردن، دلخور شدن. زمزمه این شروع شد در صفوف انصار، گفتن این چه قضاوتی بود، این چه قسمتی بود. ما سالهای سال، بعضی ضعاف الایمان، سالهای سال رسول خدا و یارانشو در شهرمون جا دادیم، ازشون دفاع و حمایت کردیم، خودمونو به مخاطره انداختیم در جنگ بدر و در جنگ احد و خندق. بعد میاد در فتح حنین 100 تا شتر به ابو سفیان میده. این چه قسمتیه؟ خبر به گوش مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید. انصار رو جمع کرد، ایراد خطبه کردن، اینطوری شروع کردن: یا معشر الانصار، ما مقالة بلغتنی عنکم الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله. ای معشر انصار، این چه مقاله است که از شما به من رسیده؟ آیا راضی نمیشی که مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن برن و رسول خدا مال شما باشه، برای شما باشه، همراه شما به مدینه برمیگرده؟ کدوم یکی با ارزش داره؟ اصلا قابل مقایسه هست؟ بذار مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن برای تألیف قلوبشون، من مال شمام و ترجعون انتم به رسول الله فداه ابی و امی. معشر انصار دستمالی بر سر داشتن، عمامه هاشون رو باز کردن، گذاشتن بر چشمانشان، شروع به گریه کردن. اما ولکنشون نیست، باید ادبشون بکنه، چون دوستشون داره. دوباره ادامه داد: لو سلک الناس شعبا و سلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار. بیشتر گریه کردن. اگر انصار مردم همه یک راهی انتخاب بکنن و انصار یک راهی انتخاب بکنه، من راهی رو میرم که انصار رفته. دوباره ادامه داد: ما طاقت گریه کردنم نداریم. ادامه داد: حالا شرمنده شدن. شطور میطلبی نه؟ 100 شطور ارزش داره؟ ارزش یک سجده داره؟ اصلا کل دنیا و ما فیها ارزش یک سجده داره؟ اصلا بهشت اخروی ارزش یک سجده داره در دنیا؟ بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. حور بهشت چیه؟ بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. ولکنشون نیست، باید ادب بشن که طعم ایمان بچشن. این دلگاه وقتی زنگ میزنه. گفت: یا معشر الانصار، المحیا محیاکم والممات مماتکم. ای معشر انصار مدینه، زندگی من و محیا محیاکم، زندگی من زندگی با شماست، در جمع شماست، و مرگ من هم در جمع شماست، و محل تدفین من و قبر و برزخ من هم در شهر و مدینه شماست. طاقت نداره. بس ای رسول خدا، بسه دیگه، بیشتر طاقت نداریم. ما گاو و گوسفند و شتر نمیخوایم، ما برای صحیح بخاری آمدیم. ما پذیرایی مجلل نمیخوایم، برای دوشک و پتو و لحاف نیامدیم زاهدان.
ما یک کمبودی دیگه داریم، به ما گفتن اینجا جبران میشه. ما در بندر عباس کمبود سخنران نداریم. جناب استاد بنده شیخ امینی حفظه الله نشستن، استاد سخن. ما چیزی دیگه میخوایم. بله سروران بزرگ و محترم، وقت خیلی محدوده، منم مثل دیگران از کجا سخن بگیم به کجا خاتمه پیدا بکنه. ولی لب مطلب اینه: انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هدایت به راه و هدایت در راه. لب مطلب اینه: هدایت به راه همه شناختیم، مشکل ما هدایت در راهه. مهم نیست که تو به هدف برسی، این فکر رو از سر در کن. مهم نیست که تو به هدف برسی، مهم این که خدا تو رو در مسیر هدف ببینه. خودتو باید در مسیر هدف قرار بدید و هدف رضای خداست. پس در مسیر رضای خدا خودتو قرار بده. در مسیر هدف حرکت کردن به هدف رسیدنه. اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید. صحابه بزرگوار رو مورد بیمهری قرار ندید. و صحبه و سلم، اینم بگید. اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و صحبه و سلم. کم در حق ما زحمت نکشیدن. بله برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترم، برای موفقیت دو چیز لازمه. عوامل تربیت در اسلام سه تا عامله. ما میتونیم در آینده نسل خوبی داشته باشیم، با تقوا، با عزت، سعادتمند، مترقی داشته باشیم. سه تا عامل در تربیت فرزندان و نسل آینده دخیله. عامل اول والدین، پدر و مادر. والدین عامل اول. عامل دوم معلم. عامل سوم دوست و رفیق. سه تا عامل، چیز دیگه نیست. اگر پدر و مادر خوبی داشته باشند بچه های ما، اگر دوست و رفیق و همنشین خوبی داشتن بچه های ما، اگر معلمین و علمای خوبی داشتن بچه های ما، نسل آینده نسل خوبی خواهد شد. علمای بزرگوار، آیا باید اکتفا بکنیم که مردم بیان دست ما را ببوسن؟ این قدسیت سرور واقعی یک نفره، خدمتگزار واقعی مردم. یک راه برای سروری هست، اونم خدمتگزاری. بزرگان همیشه این دعا رو می‌طلبیدند: خدایا ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. قسمت دوم دعا: خدایا ما را خدمتگزار بندگان مخلص خودت قرار بده.
اینم قسمت دوم تکمیل سعادت انسان. کافی نیست بنده خالص باشید، باید خدمتگزار بندگان خدا هم باشید. علما میگن و بزرگان دین میگن که هر عالمی که مردم رو رها کرد، خدا اون عالم رو رها میکنه، و هر ملت و قومی که علماشون رو رها کردن، پشتشون رو خالی کردن، خدا اون قوم و ملت رو رها میکنه و به خودشون واگذار میکنه و علما رو یکی بعد از دیگری چون لیاقت ندارن، حمایت نکردن، پشتیبانی نکردن، ازشون میگیره. مردم زاهدان اهل سنت ایران در کشور اسلامی عزیزمون اگر خدا رو نداشته باشن و حضرت شیخ الاسلام و این علمای بزرگ رو نداشته باشن، به چی افتخار میخوان بکنن؟ مگر مولوی عبدالعزیز به رحمت خدا نرفت؟ مگر مولوی خدا نظر به رحمت خدا نرفت؟ مفتی این منطقه همه میرن، تنها میمون. قدرشون رو بدونیم، نگذاریم که حرفشون به زمین بیفته. اگر به زمین افتاد فایده نداره. رمز موفقیت برادرای مسلمان بلوچ تو همین اتحاد و انسجام و یک پارچگی و محبت واقعی علماشونه. نه تو این که بلوچن، نه، بلوچ بی تفاوت هم داریم. بلوچ بی بندوبار هم داریم. گل به روی شما، چون که بلوچ مسلمان با مسئولیت و متحد و منسجمن. فکر نکنی من دارم تعریفتون میکنم، خوب حواستون جمع بکنید، مواظب خودتون باشید، مغرور نشید. خدا بهتون داده، ما فعلا شما را الگوی خودمون قرار دادیم، الگو برداری میکنیم. این چیزی که دست من لیست 6050 نفر انتظاماته. این لیست 600 نفر انتظامات برای پذیرایی، 450 نفر انتظامات برای نگهبانی و حمایت و این منطقه. اینا از نخبگان جوانان بلوچند. در این 1050 نفر جوانای سرمایه دار هستن که خودشون با ماشینشون وقتی نگاه تو صورتشون میکنی یه خطم نیفتاد، تو ناز و نعمت دیدن که اونها نمیتونه اونها را اشباع بکنه، خودش با ماشین خارجیش آمده که آب یه عالمی رو جا و جا بکنه، یه مهمانی رو جا و جا بکنه. وقتی یه عالم وارد مسجد میشه هنوز دمپاییش در نیاورده نعلینش و کفشش، این جوان سرمایه دار خم میشه. ما آمدیم تواضع یاد بگیریم. به تعریف من دل خوش نکنید، به تعریف اون دل خوش بکنید. من این آیه رو دارم تذکر میدم و اما به نعمت ربک فحدث. نعمت خداست، باید بهش افتخار بکنیم که 1000 تا همچنین جوانایی داریم. 1000 تا همچنین جوانایی داریم. امروز برادرها خواهرای مظلوم فلسطینی ما نیازمند همین جوانا هستند. خداوند 4 قطره رو دوست داره. 4 قطره. خوب گوش بدن، اینو بگیرن. درباره نماز صحبت شده که خسته شدیم، درباره روزه صحبت شده، یک ماه رمضان داریم، درباره حج و عمره هم صحبت میشه، ماه ذی حج و ذی قعده داریم. یک چیز در زندگی مسلمانا فراموش شده و همون چیزی که فراموش شده اونها رو ذلیل کرده، دشمن و وادار کرده که در اونها طمع بکنه.
هم ترک جهاده. ذروت و سنام الاسلام، بلندترین قله اسلام در حدیث وارد شده که جهاده. زمانی که مسلمانان جهاد از فرهنگشون در آوردن، زمانی که مسلمانان دل به دنیا بستن و بزدل و جبان ترسو شدن و خونشون از دین خدا و امت محمد صلی الله علیه وسلم با ارزشتر شد و بخیلی به خونشون کردن و مالشون و اولادشان و جوانانشان، امروز مشتی انجاس، مشتی قرده و خنازیر، کسانی که مسخ شده هستند و وطنی نداشتند و آواره دنیا بودند، امروز اینطوری امت اسلام و ذلیل و خوار کرده. 3 میلیون 1 میلیارد ذلیل و خوار کرده. چون ما جهاد و کنار گذاشتیم، اصلا از فرهنگ جهاد صحبتی نمیشه. یکی از بزرگان و سلاطین فرانسه میگه که گاه وقتی میخوابیدم در اتاق در بسته، شیشه های ضد گلوله با اون همه حراس و نگهبان، یک دفعه احساس میکردم در خواب که تخت خوابم زیر کمرم میلرزه. بلند میشدم، پریشان میشدم. یک دفعه فکر میکردم که آزاد مردی قلم دست گرفته در دل شب داره برای بیداری مردم مینویسه. اینطوری دارن میترسن. تا زمانی که دوباره جهاد و حب جهاد زنده نشه و علمای بزرگ اسلام درباره جهاد صحبت نکنند و حکام و علما فرمان جهاد ندند، اینها همونجور طمعکار هستند و با کنفرانس و اجلاس و پرچم سوزندن و آدمک سوزندن و شعار دادن و مرگ بر فلان و مرگ بر فلان، نه. سلطان عبدالحمید خلیفه عثمانی، یهود و انگلیس تعدادی از سران یهود فرستادن به محضر اون شخصیت مجاهد بزرگ سلطان عبدالحمید ثانی، خلیفه دولت عثمانی، که ما تمامی دیون دولت عثمانی رو پرداخت میکنیم، اینقدر درهم و دینارم به عنوان هدیه به خودت میدیم، مقداری از اراضی قدس و فلسطین و اورشلیم رو برای ما بفروش. تمامی دیون دولت اسلامی رو پرداخت میکنیم عثمانی و این مقدارم برای خودت 100 دینار، 100,000 دینار هدیه برای خودت. مقداری از اراضی فلسطین برای ما بفروش. میدونی در جوابشون چی گفت؟ نه مثل اجلاس عرب. نهایت ترحمشون در این اجلاس چند روزه، یه نفر از این حکام عرب بلند شد گفت که یه صندوقی تشکیل بدیم برای فقرا و مساکین و معلولین فلسطینی، اولین رسیدش باشه 1 میلیارد دلار. یه فلسطینی هم بلند شد از اونجا گفت دستتون در نکنه، ما نه 1 میلیارد دلار میخوایم، نه برنج و شکر و روغن میخوایم، فقط کافیه که شما سفارت‌ها و کنسول‌های اسرائیل رو در کشورتون در هم بکوبید، همین برای ما کافی است. برادر فلسطینی چه میطلبه؟ سلطان عبدالحمید رحمه الله گفت ما فلسطین رو با خون از دست دادیم، با خونم پس میگیریم. بهای قدس شریف خونه. به بچه هامون نگیم مال نمیخوام. تظاهرات اخیر برادرها و خواهرای یمانی در یمن 1,500,000 نفر زن و مرد یمانی در خیابان ریختن با نقاب خواهراشون و همه اسلحه به دست. ما برای جهاد آمادیم. در جنوب آفریقا تا 10 روز پیش یا 7 روز پیش 7,000 نفر برای آمدن به فلسطین ثبت نام کرده بودند. در زاهدان عزیزمون، در کشور عزیزمون، در تمام نقاط دنیا. اسرائیل گفت 24 ساعت فلسطینی ها دست از این کار بکشن، وگرنه تمامه. همون چیزی که کرملین به چچنها گفت در رمضان گذشته.
گفت تا فلان تاریخ اگر که تسلیم نشن به اندازه تخم چچنی من نیرو میفرستم. هنوز چچنی ها دارن میجنگن، ولی ما مسلمان ها چقدر عاطفه داریم. یادم میاد وقتی که زیردریایی مسکو با 110 نفر 15 نفر زیر آب گیر کرده بود، تلویزیون اخبار میگفت مادر مسلمان اشک میره، گناه دارن، خفه میشن، زنده زنده زیر آب. چه عاطفه کاذبی. خواهر مسلمان گریه میکنه، 110 نفر زنده زنده زیر آب خفه بشن. وقتی شکم خواهر چچنی رو پاره کردن، این همه آواره کردن، عاطفه کجا بود؟ میدونی مسلمان ها ترحمشون به چه اندازه است؟ وقتی میگن فلسطین مصیبت زده، نهایت زرنگی دیگه بکنه، همدردی، انا لله و انا الیه راجعون. بس همین، انا لله و انا الیه راجعون. خیلی زرنگی دیگه بکنه، مردانگی بکنه، شهامت داشته باشه، این همدردیشه. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند 4 قطره رو دوست داره. 1 قطره عرقی که از بدن مسلمان در راه خدا میچکه. 2 قطره اشکی که از مسلمان از ترس خدا میچکه. رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 3 قطره خون قربانی در روز عید قربان که وقتی قربانی میشه قبل از اینکه به زمین بچکه نزد خدا میچکه. 4 من این یکی رو میخوام. جوانا چند تا سفارش به من دادن، چند تا نامه به من دادن که چند کلمه درباره این برادرها و خواهرها بگو. قطره 4 قطره خون مسلمان مجاهد مبارزی که در راه جهاد و دفاع از شرف و ناموس دین خدا و مسلمانان به زمین میچکه. قبل از اینکه به زمین بچکه نزد خدا میچکه. اللون لون الدم و الریح ریح المسک. رنگ رنگ خونه اما بو بوی مشکه. شهید در راه خدا نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز داره، دفن میشه چون که نیاز نداره. برادرها و خواهرها زنده باشیم، این اخلاق در خودمون پرورش بدیم. شیخ شهید شیخ محمد ضیایی رحمت الله علیه همیشه این جمله رو میگفت 80% از مسلمان ها به خیرن. میگفت قدس شریف و سرهنگ و جنرال و سرباز وظیفه تهجد خان اون آزاد میکنه. و این نقطه رو میگفت که 80% از مسلمان ها به خیرن، سرهنگ و جنرال داریم، مهندس و دکتر مسلمان و با خدا و تهجد خان داریم. مشکل جامعه اسلامی 20% خرابه، اما بلنگو دست 20%. اگر دولت مصر اجازه بده که این مصری ها بریزن تو صحرای سینا بعد برسن به قدس کافی شونه. قطره 4 صحبت خیلی زیاده، وقتم کمه، من به همین قدر اکتفا میکنم. فقط 2 تا مثال میزنم یا 3 تا مثال میزنم. مثال اول درباره پدر و مادر، عامل اول تربیت. شخصی به اسم مبارک در باغی کار میکرد. اربابش، صاحب باغ بهش گفت که مبارک، وظیفه تو در باغ علفهای هرزه رو بکنی، درخت آبیاری کنید، شاخه های خشکیده رو قیچی بکنید. بعد از 1 سال مهمان خصوصی برای صاحب باغ آمد.
صاحب باغ به مبارک گفت که مبارک برو چند دانه انار شیرین و خوشمزه بچین بیار برای مهمانای خصوصی و سفارشی. مبارک دوید میوه را آورد گذاشت جلو صاحب باغ و مهمانا. انار رو پاره کردن خوردن دیدن که ترشه، خیلی ترشه. رو کرده مبارک گفت که مبارک مگر من به تو نگفتم که انار شیرین بیار؟ گفت که ارباب من نچشیدم. گفت چطوری نچشیدی؟ 1 سال تو باغ کار میکنید یه دونه میوه نچشیدی؟ نمیدونید کدوم درختا شیرینه؟ کدوم قسمت شیرینه؟ گفت ارباب باور بکن، اگر باور نمی کنی قسم بخورم که من 1 دونه از این انارا رو نچشیدم. تو گفتی که فقط به درختا برس، نگفتی که بچش یا بخور یا ببر خونه. صاحب باغ مهمانا رو فراموش کرد. مهمانا که رفتن رو به مبارک کرد گفت فرزندم بیا اینجا. گفت مبارک 1 بار دیگه سوال میکنم، تو در طول 1 سال 1 دونه انار نچشیدی؟ گفت ارباب نچشیدم. من دوست ندارم 1 دانه انار حرام بره تو شکم من، خون منو عوض بکنه، خیر و برکت از زندگی منو ببره و ایمانو از من دور بکنه. سر انداخت پایین و رفت ارباب. بعد از چند روز آمد سراغ مبارک گفت پسرم مبارک یه سوال میخوام بکنم، مجردی یا متأهل؟ زن داری؟ مبارک رو کرد به اربابش گفت ارباب به من فقیر خدمتگزار، به من فقیر بیچیز و بیکس که زن میده؟ زن گرفتن پول میخواد، خانه میخواد، سرمایه میخواد. گفت که مبارک اگر کسی باشه که به زن بده و خرج و مخارج عروسی تقبل بکنه میپذیرید؟ گفت که بله عفتم و پاک دامنیمو حفظ میکنم. گفت کاری نداشته باشید. قاضی را آورد، صیغه رو جاری کردن. دست مبارک گرفت برد در حجله داخل کرد. وقتی در حجله قرار گرفت از احوال زنش و همسر شرعیش پرسید. زنش بهش گفت که من دختر صاحب باغم، من دختر اربابتم. حالا اینجای این داستانو بگذاریم. گفت من دختر اربابتم. بالاخره طبق سنت خدا و رسول خدا شب زفاف گذشت. بعد از 9 ماه و 9 روز یا 9 ماه و کمی کمتر و بیشتر و بعد از سپری شدن دوره بارداری زن، نوزاد پسری به دنیا آمد. مبارک اسم این نوزاد رو گذاشت عبدالله. همینجور تربیت یافت، حلال خور شد، با خدا بود، با تقوا بود، چون پدر و مادر با تقوا و پدر بزرگ با تقوا و حلال خور بودند. بزرگ شد در محضر علما شرکت کرد، عالم برجسته شد، به جایی رسید که در زمان خودش کسی روی زمین از عبدالله عالمتر نبود و ملقب به شیخ الاسلام عبدالله ابن المبارک شد. عبدالله ابن المبارک میشناسیدش نه؟ شیخ الاسلام عبدالله ابن المبارک. با خدا بودن تو نگاه کن چی میکنه. یک مثالم برای علم بزنم. ابو یوسف میشناسید؟ برادرای احناف. قاضی ابو یوسف میشناسید؟ 2 نفرن دیگه، محمد ابن الحسن و ابو یوسف. استادشون هم کیه؟ ابو حنیفه اعظم، امام اعظم رحمت الله علیهم اجمعین. ابو یوسف فقیر بود، خانواده فقیر بود. در کودکی می آمد پیش
شیخ ابو حنیفه امام اعظم برای کسب فیض. بعد از مدتی مادرش بهش فشار آورد، گفت یوسف، گفت پسرم دیگه این کلاس نری، ما فقیریم، نانآور نداریم، برو کار بکن، ما نیاز داریم. چند روز کلاس نرفت. شیخ ازش سوال کرد چرا نمیاد کلاس؟ گفت که مادرم نمیذاره چون فقیریم. گفته برو کار بکن، روز 1000 تومن بیار. این حدیث و فقه و اینا به درد نمیخوره. گفت پسرم این تسبیح رو بگیر ببر فلانجا قیمت بکن نفروش. تسبیح بهش داد، رفت بقالی قیمت کرد، گفتن 1 درهم. رفت سبزی فروشی قیمت کرد، گفت 2 درهم. رفت نمیدونم جای دیگه قیمت کرد، گفت 3 درهم 4 درهم، نفروخت. آمد پیش شیخ گفت که تسبیح رو آوردی چقدر قیمت کردی؟ گفت تا 4 درهم نفروختم چون تو گفتی نفروش. گفت حالا پسرم این تسبیح رو بگیر برو بازار طلا اونجا قیمت بکن، نه پیش بقالی. اولین مغازه طلا فروشی که محک زدن قیمت کردن گفتن 100 درهم، دومیش 200 درهم تا 300 درهم 400 درهم. میخواست بفروشه، شیخ گفته نفروش، بر بگردون. برش گردون. گفت که پسرم چقدر قیمت کردی؟ گفت که جناب شیخ تا 400 درهم. گفت فروختی یا نفروختی؟ گفت تو گفتی نفروش. بعد سوال کرد جناب شیخ هدف تو از این کار چه بود؟ چرا قیمت بکنم نفروشم؟ گفت دیدم که تو نسبت به ارزش علم یا ارزش علم در دل تو کمرنگ شد. مادرت ارزش مال رو در نظر تو جلوه داد، تو هم استعداد خدادادی داشتید، میخواستی این کلاس رو ترک بکنید. فرزندم روز 1000 تومن بگیر خرج خانواده بده، منو ترک نکن. من در تو آینده درخشانی میبینم، امت اسلام به تو افتخار میکنه. آمد. یک روزی رفت ابو یوسف به حمام عمومی استحمام بکنه. بعد از اینکه استحمام کرد حمامچی گفت که 1 درهم، 1 درهم بده. حمام کردی، استحمام کردی، 1 درهم بده. گفت که شرمنده پول ندارم 1 درهم بدم، اگر یک چیزی غیر از 1 درهم عوضش به تو بدم قبول میکنی؟ من پول ندارم، بهتر با ارزشتر از درهم به تو میدم. گفت چی میدی؟ گفت که یک حدیث یادت میدم. یک حدیث. گفت برو بابا دنبال کارت، آب مصرف کردی پول بده، میگه حدیث یادت میدم. حدیث نمیخوام، پول. گفت خواهش میکنم یک مسئله فقهی یادت میدم، از شیخم یاد گرفتم. گفت مثل که تو چیز حالیت نیست، 1 درهم بده. بالاخره از این طرف این طرف یه چیزی گرو گذاشت و 1 درهم آورد. با افسردگی رفت محضر شیخش. گفت جناب شیخ بزرگوار چیز با ارزش یاد من دادی نه؟ حدیث و فقه و احکام و. گفت ولی خیلی با ارزشه. گفت رفتم حمام به 1 آفتاب آب نخریدم. جناب شیخ وقت منو ضایع میکنی، رفتم حمام به 1 آفتاب آب نخریدن حدیث تو. گفت پسرم این راهو ادامه بده، اگر در این راه قدم بگذارید یک روزی میرسه که در ظرف و کاسه پیروزه فالوزج بخورید. فالوزج چیزی بوده که ملوک و سرمایه‌دارا میخوردن، نه این فالوزه‌ای که داخل کوچه ها داخل بستنی فروشی هاست. در ظرف و کاسه فیروزه‌ای، سنگ‌های گران قیمت. بالاخره ابو یوسف آمد و از محضر ابو حنیفه استفاده کرد تا اینکه عالم مطرحی شد و شیخ بزرگوارش به رحمت خدا رفت. از فتواها و مسائل علمی ابو یوسف به گوش خلیفه زمان رسید و وارد قصر شد، قصر هارون الرشید.
یک روزی هارون الرشید به زنش زبیده گفت اگر تو امشب در مملکت من باشید به هر 3 طلاق. مملکت هارون الرشید 1 ماه و 2 ماه نبود با اسب تازی که زبیده طی بکنه، همه توش موندن، ابو یوسف رو طلبیدن. ابو یوسف گفت تنها راهی که برای تو میبینم که در امشب را در خانه خدا مسجد سپری بکنید، چون که مسجد ولایت کسی بر او نیست، فقط ولایت خداوندیه، کسی نمیتونه ادعای ولایت مسجد بکنه. بالاخره از مشکل نجات پیدا کرد تا اینکه خواستن که ابو یوسف رو اکرام بکنن. ابو یوسف رو طلیبیدن به دربار. در دربار دستور دادن 1 کاسه فیروزه فالوزج داخلش بکنن و تقدیم بکنن به ابو یوسف. وقتی که فالوزج در کاسه فیروزه کردن تقدیم کردن برای گرامی داشت ابو یوسف، قبل از اینکه ابو یوسف تناول بکنه گریه کرد. تعجب کردن چرا گریه میکنید؟ گفت که صحبت شیخم ابو حنیفه اعظم امام اعظم یادم آمد که ابو یوسف این راه رها نکن، یک روزی ارزش تو به جایی میرسه که در کاسه و ظرف فیروزه فالوزج بخورید. و امروز اون پیشگویی و اون خبری که شیخم داده میبینم که فالوزج در کاسه فیروزه تقدیم شده. خدا شیخ منو رحمت بکنه. بعد پیشنهاد دادن که تو قاضی القضات بشو، تو حاکم فلان بشو، تو استاندار فلان بشو. گفت من نیازی به مال و ثروت و منال شما ندارم. گفتن که چه نیاز داری؟ گفت خدا به من حدیث و قرآن داده، علم داده که همه نیازهای دنیا و آخرت منو برآورده میکنه و من نیازی به شما ندارم. این قصه برای طلاب علم گفتم که به ارزش اون چیزی که بهش رسیدن پی ببرن که ارزش در دین خداست، در کتاب خداست، در سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در راه خداست و در چیز دیگه نیست. در خاتمه از همه شما نهایت تشکر و قدردانی می کنم که حوصله کردید، نشستید، شکیبایی از خودتون نشون دادید و طول عمر با عزت برای حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و همه علمای بزرگ و محترم حاضر در جمع و برای همه طلاب و برادرها و خواهرای محترم آرزوی موفقیت و سربلندی در دنیا و آخرت از خداوند منان می طلبم. امسال از کردستان علمای زیادی آمدن. در چیزی که به من گفتن حدود 100 نفر از علمای کردستان آمدن. نمایندگان مجلس آمدن، مسئولین آمدن. امیدوارم که این نشست و این آمدن خیر و برکت زیادی برای عموم مسلمانان به همراه داشته باشه. از بندر عباس هم چند تا کاروان آمده، چیزی حدود 100 نفری آمدن از بزرگان قوم. شما هم دعا بکنید که این همسفران من که با هم از بندر آمدیم به قصد تقویت خودمون و به قصد الگو برداری با دست پر بر بگردیم و از همه شما درخواست دعا خالصانه می طلبیم. همه شما را به خداوند عزوجل می سپارم. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ملت از آیین حق گیرد نظام، از نظام محکمی خیزد دوام. هست دین مصطفی دین حیات.